اگه موافقین بریم با هم یه کوکی رژیمی درست کنیم با خیلی مواد آسون و کم. یه ذره بادوم زمینی میخوایم، جوی پرک میخوایم، کره بادوم زمینی، دارچین، وانیل، موز و شکلات تلخ. بریم ببینیم چی از آب در میاد. 2 دونه موزمون رو اضافه میکنیم. نزدیک 1 لیوان جوی پرک داریم. پودر وانیل هم احتیاج داریم که در حد 1 قاشق چایخوری اضافه میکنیم. کمی هم پودر دارچین، اونم هولوش 1 قاشق چایخوری. 1 قاشق کره بادوم زمینی اضافه میکنیم به اضافه چند تا دونه خود بادوم زمینی رو و در آخرم شکلاتای تلخمون اضافه میکنیم. حالا همه اینا رو تو میکسر میزنیم. بچه دمای ایرفرایر روی 180 درجه میذاریم با تایم 20 دقیقه. آقا کوکی ها حاضر شد. فقط چه عطری داره نگم براتون. خیلی خوشمزه شد. جاتون خالی. حالا بعد بریم همینا از بیرون بخریم، کلی پولشو بدیم، ولی با همین موادی که بهتون گفتم با یه قیمت مناسب و تایم کوتاه میتونیم کلی از این کوکی خوشمزه درست کنیم.